هر جا که خبری اتفاق می‌افتد. به بیشترین زبان‌های دنیا بیش از هر خبرگزاری دیگری. BBC طبقه به طبقه منزلگاه خبرنگاری حرفه‌ای است. با بیشترین تعداد خبرنگار در کشورهای مختلف، بیش از هر نهاد خبری بین‌المللی دیگری. سرویس‌های خبری به 27 زبان، همه زیر یک سقف. ما رویدادهای جهانی را با نگاهی محلی عرضه می‌کنیم. این اتاق خبر جهان است. One, two. بردی. من خودم دیروز بعد از 40 سال میزبان مهمانی از چین بود. 8مین دور مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1. فردا با یه موضوع تازه میایم پیشتون. به صورت مشخص از کشورهای خارجی بعضی کارمندان در ببخشید معذرت میخوام. هفته‌های گذشته معذرت میخوام چندین بار گفته و اون همین است که فکر میکنم سوال من رو من سوالم رو میپرسم. اگر دو گروه های 5 به علاوه 1 مقدمتا یه اصلاحی میکنم. اسم کوچیک من حامده، نه حمید. ببخشید خیلی معذرت میخوام، اینجا حمید نوشتیم، عذر میخوام. اسم من شیلا هست. از تهران، موقعی که در تهران دنیا اومدم و بزرگ شدم شیلا بودم، آمدم هم اسرائیل شیلا موندم. داشتم میدیم به هیژا از لندن، اگر اسمش رو درست خونده باشم. بریم پیش بریم پیش فرند و پیام‌های شما. عذرخواهی میکنم. از زمان ابداع کلاشنیکوف با پوزش به دلیل مشکل فنی که پیش اومد، پوزش میخوایم به خاطر اشتباهی که در اسم بود. خب معذرت میخوام، این گزارش اشتباهی بود. مطمئن نیستم که این گزارش آماده پخش هست. با پوزش به دلیل مشکل فنی که پیش اومد. محمد ملکی، فعال حقوق بشر و نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب روی تهران هستند. وحید بهشتی، یکی از دراویش گنابادی از کاونتری بریتانیا با ماست. آقای بهشتی. داریوش رجبیان خبرنگار ما از کیف با ماست. کیف و جوبا، پایتخت سودان پیدا کرده. وجود آلاینده های سربی اساتید دانشگاه هستند، مقام های بالای علمی کشور هستند. او در خانواده فقیر در منطقه کوهستانی آلتای روسیه به دنیا اومده بود و دست کم 11 نفر در حمله به یک مجتمع غذایی. یک زمانی میگفتن هر آن که نان دهد دندان، هر آن که دندان دهد نان دهد. ابراهیم، شما خودت تو یکی از همین کشورهای منطقه هستی، به خصوص یکی از کشورهایی که اسم از اون چیزایی که ز گهواره تا گور، حتی روی گور رو سنگ قبر هم با آدم میمونه. اینها که 5 به علاوه 1 نیستن. برامون بیننده های زیادی دارن SMS میفرستن. احسان از کرمان پیامک زده، گفته ایران باید در جایگاهش قرار بگیره. بیننده از ایران گفته خوب آقای ظریف و ما در این سفر به امارات یاد بگیریم که چطور وابستگی اقتصادی کشور رو به نفت قطع کنیم. علی از رشت گفته رابطه ایران با کشورهای عربی هیچ وقت گرم نبوده. چرا تا این اندازه محرمانه و اصلا چه کسانی محرم نیستند؟ این سوال است. هر جا که خبری اتفاق میافتد، مهمان 5 به علاوه 1. BBC طبقه به طبقه منزلگاه خبرنگاری حرفه‌ای است. با پوزش به دلیل مشکل فنی که پیش اومد. پوزش میخوایم به خاطر اشتباهی که در خب معذرت میخوام، این گزارش اشتباهی بود. با پوزش به دلیل مشکل فنی. ما رویدادهای جهانی را با نگاهی محلی عرضه میکنیم. این اتاق خبر جهان است. آقا ببخشید. شما دارید مثلا no problem